سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور قرقیزستان دیگر باره بحث مرزی با تاجیکستان را شرح داد. واکنش‌ها به بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه و روسیه و اوکراین چند اسیر را عوض کردند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 28 نوامبر است. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز با جمهوری تاجیکستان سازش پیشکی حاصل شده است و قرار است به زودی مقامات دوشنبه برای گفتگو در این باره به بیشکک سفر کنند. بنا به گزارش بخش قرقیزی رادیوی آزادی، صادر جباروف هنگام سخنرانی در قرولتای و یا جلسه شورای مردمی قرقیزستان در روز 27 نوامبر گفت ما با تاجیکستان به توافق پیشکی رسیدیم ولی سندهای نهایی امضا نشدند. به گفته او بعداً سندها به پارلمان قرقیزستان پیشنهاد می شوند و تاجیکستان و قرقیزستان سعی دارند که جنگ و خونریزی در مرز تکرار نشود. 10 روز پیشتر از این صادر جباروف گفت آنها قصد دارند مسئله تعیین و علامتگذاری مرز قرقیزستان و تاجیکستان تا آخر امسال حل شود. او وعده داد که سندهای لازمه را در این زمینه تا آخر ماه دکمبر به پارلمان کشورش پیشنهاد میکند. مقامات تاجیکستان به حرفهای صادر جباروف تا حال یگان واکنش نکردند. ماه گذشته هیئت‌های دو کشور در دوشنبه 5 روز مسئله تعیین و علامتگذاری مرز را بررسی کردند. تعیین و علامتگذاری ناشده باقی ماندن صدها کیلومتر مرزی بین دو کشور تا حال سبب مناقشه‌های سخت و مرگ صدها نفر شده است. بازداشت یک دختر جوان با اتهام نشر نوارهای بداخلاقانه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روز 25 نوامبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که بلاگر فاطمه قربانووا را بازداشت کردند. سامانه وزارت نوشت این ساکن 18 ساله شهر بوستان با مقصد زیاد کردن عبونتیان خود در شبکه‌های اجتماعی به پهن نمودن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و استفاده عباره‌های تحقیرآمیز مشغول است. واکنش فاطمه قربانووا یا نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این بلاگر به مدت 10 شبانه روز به حبس گرفته شد. بازداشت این جوان دختر واکنش‌های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد، اما وزارت نگفته است که فاطمه قربانووا بر اساس کدام بند قانون چنین جزا گرفته است. برخی‌ها از حبس این بلاگر طرفداری کرده آن را برای به گفته‌شان پیشگیری از بداخلاقی در میان جوانان مهم خواندند. این گروه دعوت کردند که چنین بلاگران جزای سخت‌تر گیرند، اما برخی دیگر از جمله فعالان جامعه شهروندی از برخورد سخت با یک جوان دختر انتقاد کردند. آنها نوشتند فاطمه قربانووا همگی 18 سال دارد و هر نفر میتواند در این سن و سال خطا کند. برخی کاربران فیسبوک نوشتند نشر عکس‌های جوان دختر با زولان در دست به حیات آینده او تاثیر منفی می‌رساند. فاطمه قربانووا یکی از بلاگران نچندان شناخته است. صفحه او در اینستاگرام بیش از 30,000 بیننده دارد. ظاهراً دلیل مقامات یک عباره او درباره خنکی می باشد که در شبکه‌های اجتماعی معروف شد. در شهر نیویورک آمریکا ماه نوامبر نمایشگاه عکس‌های با نام ماریوپول جریان دارد که صحنه‌های را از جنگ روسیه در اوکراین و تأثیر آن به حیات زنان و کودکان ثبت کرده است. در این نمایشگاه اینچنین عکس و ویدیوهای ژورنالیستان کسبی هم جای داده شدند که در روزهای آخر پیش از اشغال ماریوپول در این شهر بودند. گزارش صدای آمریکا را خیرامان بقازاده تقدیم می‌کند. من هیچگاه تصور نمی کردم که روزی در وطنم در نزدیکی خانم چنین تصویرها را به نوار می گیرم. خبرنگاری حربی یوگنی مالالتکا میگوید هر صحنه‌ای که در ماریوپول دیده است هیچگاه از پیش نظرش دور نمی شود. عکس‌های برداشته او به خصوص صحنه‌های از داخل تولدخانه بیمارستان ماریوپول را میلیون‌ها نفر دیدند، هرچند اسم مالالتکا را نه همه می‌دانند. ما به داخل بیمارخانه که آنجا همه از آنها را انتقال دادند رفتیم و در نهایت آن محاصره شد. بینای همسایه را روس‌ها اشغال کردند و آتش گشودند. مالالتکا و همکارش مستیسلاو چرنوف خبرنگاران آژانسی اسوسییتد پرس شهروند اوکراین می باشند. آنها چند ساعت پیش از اشغال ماریوپول از جانب روس‌ها وارد این شهر شده آخرین ژورنالیستانی بودند که از آن بیرون شدند. دوام 20 روز آنها دوره اشغال ارتش روسیه را با عکس و ویدیو ثبت کردند.
ما شاک شدیم. موشک‌ها به شعبه نگهداری کودکان و زنان میزد. دیدن زن‌های حامله‌دار که در این حالت از بیمارخانه بیرون می‌شدند بسیار ترسناک بود. ساکنان محلی از این ژورنالیستان تقاضا می‌کردند که حتما وحشانیت ارتش روسیه را به جهانیان نشان دهند. نظامیان روسیه تلاش کردند مانع کاری آنها شوند. من به اصطلاح مهمانی روس‌ها شدن نمیخواستم و بهترین کاری که باید میکردیم فرار بود. ما یک شب را در بیمارخانه پشت سر کرده صبح بیرون شدیم. малолетка ва чернов билохира як рӯз пеш аз бомбаборони театри драмавии маҳаллӣ аз он ҷо рафтанд. алексей холубов, консули генералии Украина дар Нью-Йорк бовар дорад ки намоишгоҳи аксҳо василаи дигари намоиши бераҳмиҳои русҳо дар Мариупол мебошад. هر قدر مردم بیشتر اینها را بیند، هر قدر عکس‌العمل بیشتری شود، همان قدر قرارهای مهم قبول می شود. گپ و اندیشه‌رانی های زیاد لازم نیست. баъди Нью-Йорк намоишгоҳи аксҳои Мариупolро дар дигар нуқоти ҷаҳон барпо хоҳанд кард. روسیه و اوکراین از تبادل نوی اسیران خبر دادند. به گفته دو طرف آنها 12 اسیر اوکراینی و 9 سرباز روس را با هم عوض کردند. اندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین روز 26 نوامبر در توییتر نوشت: به ما میسر شد که 12 اوکراینی را رها کنیم. سربازان ما که ماریوپول، نیروگاه اتمی چرنوبیل و جزیره مار را محافظت می‌کردند به خانه برمیگردند، گفت او. وزارت دفاع روسیه گفت که در نتیجه مذاکرات اوکراین 9 اسیر جنگی روسیه را آزاد کرده است. مقامات پاکستان به یک وکیل مردمی این کشور اجازه ندادند برای شرکت در یک همایش امنیتی درباره افغانستان به دوشنبه سفر کند. محسن داور، رهبر حرکت تحفظ پشتونها در پاکستان، روز 27 نوامبر در صحیفه‌اش در توییتر نوشته است: ماموران امنیتی او را در فرودگاه اسلام آباد نگاه داشته و اجازه ندادند برای شرکت در کنفرانس مکالمه امنیتی هرات به تاجیکستان برود. به قول محسن داور، او حق و اجازه سفر به خارج را از حکومت داشته است و راه ندادن او به هواپیما آشفته کننده است. در یک اشاره نازک به ارتش قدرتمند پاکستان، محسن داور گفته است: رفتار مقامات انتظامی نشان داد که یک افسر نظر به حکومت پاکستان صلاحیت بیشتر دارد. کنفرانس همایش امنیتی هرات روز 29 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 نوامبر را فرا می گیرد. 28 ноябри соли 1943 дар Теҳрон, пойтахти Эрон, конфронси маъруфи сегонаи бузург ба кор шурӯъ кард ки чун ҳамоиши эътилофи зидди гитлерӣ маъруф аст. дар ин ҷаласаи таърихӣ раҳбарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бритониё Франклин Рузвелт ва Уинстон Черчилл ба раҳбари Иттиҳоди Шӯравӣ Иосиф Сталин ваъдаи кӯмак дар ҷанги зидди олмони гитлериро карданд ва ин ҳампаймонӣ барои торумор шудани фашизм дар давоми 2 соли баъд нақши калидӣ бозид. соли 1995 дар Тоҷикистон аввалин паноҳгоҳ барои занони қурбонии хушунати оилавӣ ва фарзандони онҳо таъсис шуд. маркази буҳронии Гулрухсор дар шаҳри Хуҷанд чун сарпаноҳ ва муассисаи муҳими ёрии равонию иҷтимоӣ ба кор шурӯъ кард ва баъди ин дар солҳои баъдӣ дар нуқоти дигари Тоҷикистон муассисаҳои мисли Корбони умед ва маркази Фемида дар Душанбе ва маркази буҳронии ғамхорӣ дар шаҳри Бохтар таъсис шуданд. бо афзоиши хушунати хонаводагӣ дар Тоҷикистон ба чунин марказҳо зарурат бештар эҳсос мешавад, вале камбуди маблағгузорӣ монеи он аст. 28 декабри соли 1909 донишманд Лутфулло бузургзода таваллуд шудааст ки танҳо 33 сол умр дид, вале тавонист ба ҳайси муҳаққиқи адабиёт ва забони классикӣ дар ин ришта саҳми ҷиддӣ гузорад. муҳаққиқи осори рӯдакӣ, Носири Хусрав, Саъдӣ, Ҷомӣ ва дигарҳо буда дар таҳияи намунаҳои адабиёти тоҷики чопи соли 1940 фаъолона иштирок кардааст. як нақши муҳимаш ҷустуҷӯ, дарёфт ва дақиқ кардани зодгоҳу мазори устод рӯдакӣ мебошад. صبح امروز 28 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی به 1000 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 28 نوامبر چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برایتان روز بوبرار خواهانم.